عبدالله بن عمر نقل می کند که من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم فرمودند ان الله اذا استودع شيئا حفظه، وقتی که به الله چیزی سپرده بشود الله آن را حفاظت می کند. الله آن را حفاظت می کند. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. والله این آیت چنان تأثیر دارد، آنچه که در روایات آمده است و قصص و حکایت هایی که در این مورد آمده است چنان مؤثر است. هر کسی که این را گفته است الله سبحانه و تعالی بسیاری از عجایب را به او نشان داده است. در مورد امام شافعی رحمه الله نقل میکنن امام شافعی رحمه الله یک روزی در میان شاگردایش نشسته بود درس میداد، ناگهان یک زنی آمد گفت ای شیخ، خود را هم شیخ میگویید، شبها را چنین و چنان میکنید و روزها را بیان میکنید و تبلیغ میکنید و سخنرانی میکنید. شاگردا همه حیران شدند که چی میگوید این زن. منتظر ماندند که امام شافعی استادشان جواب بدهد. امام شافعی در زیر لبهایش چیزی میگفت، فقط به این زن گفت چی میخواهید از من که بدهم که از پیش من بروید؟ چی میخواهید که بدهم؟ در همین لحظه میگه کسی آمد به این زن گفت که خانه‌ات آتش گرفته است، اولادهایتان سوختند. میگوید این زن فریادی برآورد و حرکت کرد به سوی خانه‌اش. امام شافعی رحمه الله با شاگردانش پشت سر او رفتند. امام شافعی رحمه الله وقتی دید خانه آتش گرفته است داخل خانه شد، با شاگردانش اولادهای این زن را نجات داد و تسلیم کرد. میگوید این زن بسیار شرمنده شد. بعد آمد پیش روی همه مردم و پیش روی شاگردانش گفت مرا یهود وظیفه داده بودن و طمع داده بودن که ما تو را چنین و چنان میکنیم و چیزی میدهیم به تو از مال دنیا، برو امام شافعی را رسوا کن، آبرویش را ببر که در میان مردم او جایگاه و اعتبار و جایگاهی که دارد او از بین برده شود. شاگردان امام شافعی رحمه الله گفتند اماما ما منتظر جواب بودیم که تو جواب بدهی، از خود دفاع کنید. چرا در اون لحظه ای که این زن آمد به تو تهمت زد و تو دفاع نکردید؟ امام شافعی رحمه الله فرمودند گفت اگر در آن لحظه ما از خود دفاع میکردم شما شاگردای ما هستین، نه؟ شما دو گروه میشدین. یک گروهتان تصدیق میکردین زن را، میگفتین که این زن راست میگوید. یک گروهتان تکذیب میکردین زن را، میگفتین با خودتان که این زن دروغ میگوید. اما در دلتان شک داشتیم که نشود که امام شافعی همچنین کاری را نکرده باشد، بازم در دلتان شک داشتیم. به همین خاطر من چیزی نگفتم جز این که گفتم در زیر زبانم تکرار میکردم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. من سپردم تمام امورم را به الله، الله بر بندگانش بیناست و داناست. من به الله همه چیز را سپردم. سبحان الله. دیدم که در همین لحظه که خبر آمد که خانه در گرفته است و آتش گرفته است، شما قصه را و ادامه قصه را میدانید. والله هر چیز را که به الله سپردید الله تو را ضایع نمی‌کند، الله مالت را ضایع نمی‌کند، الله اولادت را ضایع نمی‌کند، الله تو را ضایع نمی‌کند. اینما کنا